در مسجد و در کعبه به دنبال خداییم. از درک خدا در دلمان دور و جداییم. هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است. دقت بکنید نور خدا در دل خانه است. در مسجد و در کعبه به دنبال چی هستی؟ اول تو ببین قلب کسی را نشکستی؟ این گونه چرا در پی اثبات خداییم؟ همسایه ما گوشنه و ما سیر بخوابیم. در حلقت ما راز و معمای خدا چیست؟ انسان خودش آینه یک کعبه مگر نیست؟ برخیز و دم کعبه آمال خودت باش. چنگ به نقابت بزن و مال خودت باش. تصویر خدا پشت همین کهنه نقاب است. تصویر خدا واضح و چشمان تو خواب است. شاید که بوت در وسط ذهن من و توست. باید بوت خود با نم باران خدا شست. گویی که خدا در بدن و در تنمان هست. نزدیکتر از خون و رگ گردنمان هست. والله که خدا قدرت پرواز پرنده است. یا غرش به وقفه یک شیر درنده است. در پیله پروانه مگر دست خدا نیست. پیدایش پروانه بگو معجزه کیست؟ باید که خدا را به دل کوه ببینیم. در جسم و تن و در نفس و روح ببینیم. در ذهن خود این گونه نگوییم خدا کیست. خورشید مگر باعث اثبات خدا نیست؟ باید که به آینه کمی هم به خداییم. ما جلوه از حلقت زیبای خداییم. هر کس که دلش آینه شد فاقد لکه. در قلب خودش کرده بنا کعبه و مکه. گر خوب شناسی تو اگر خالق خود را. سالم برسانی به هدف قایق خود را.